مشکل داره چون نمیشه همینجوری گفت یه چیزی شده و بعد این اتفاق افتاده. نمیشه بگیم همچین مشکلی نیست یا همچین چیزی. اینجوری کار نمیکنه. اینجوری کار نمیکنه. یه لحظه. من نمیتونم این اتهامو قبول کنم. آقا اونور صبر کنید. بذارید من کارمو بکنم. حوریت خانم، اگه بخواید میتونیم غرامتتون رو قسطی کنیم. بله، خب در این نقطه ما چند ماده غیر قابل مذاکره داریم که توافق بر سرشون غیر ممکنه. من با خط قرمز خط کشیدم زیرشون. خب کی تا حالا با شما سر یه چیزی توافق ممکن بوده؟ آقا اونو من همیشه با آدمای راستگو راحت‌تر کنار میام، میدونی که. عزیز دلم. خب لاله خانم بفرمایید. این شامل خواستن طلاق و نقشه کشیدن برای اینکه منو مجبور به درخواستش کنیدم میشه ها؟ انگار من این فکر رو تو سرت کاشتم. اولین کسی که این حرفو زد خودت بودی. کی اول حلقشو در آورد؟ به تو چه؟ باید بهت جواب پس بدم. بچه ها آروم باشید. نه به من جواب نده. راحت باش. هر جور دوست داری زندگی کن. هر کاری دلت میخواد انجام بده. حتی اگه میخواستم هم نمیتونستم بهت جواب بدم چون این کار توئه نه من. باشه من اصلا بهت چیزی نمیگم. حتی دهنم باز نمیکنم. باشه هر چی لازمه انجام بده. هر چی میخوام بهشون بدم. فکر میکنی با پول میتونی منو ساکت کنی؟ آره ببین من یک قرون ازت نمیخوام. فقط میخوام از بچه‌م مراقبت کنم. وقتی میگی ازش مراقبت میکنی اینجوری نیست. یعنی امیر پسر منم هست. به این راحتی نمیتونی ازم بگیری. مگه من همچین چیزی گفتم؟ خواهش میکنم بچه‌ها، خواهش میکنم. مامان بزرگ. مادر بزرگ